بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز دوشنبه دهم رجب المرجب سال 1445 هجری قمری برابر است با دوم دلو سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 22 جنوری سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. تحویل دهی 140 بابخانه مسکونی برای زلزله زدگان 5 قریه در ولسوالی انجیل از سوی کمیسیون مربوطه. کشف و ضبط یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات از مربوطات حوزه 14 امنیتی هرات و دیدار معاون مقام ولایت با هیئت وزارت امور داخله. مشروع اخبار. مسئولان کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات از تحویل دهی 140 بابخانه مسکونی به زلزله زدگان 5 قریه ولسوالی انجیل این ولایت خبر می‌دهند. این خانه ها با هزینه حدود 22 میلیون افغانی از سوی امارت اسلامی افغانستان ساخته شده است. باشندگان این قریجات با ابراز قدردانی میگویند که رهبری امارت اسلامی کمک‌های مؤثر را به زلزله زدگان انجام داده است. محمد جمعه رضایی گزارش می‌دهد. جریان تحویل دهی 140 بابخانه مسکونی به باشندگان 5 قریه ولسوالی انجیل هرات. این خانه ها که از سوی امارت اسلامی ساخته شده توسط کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات به باشندگان قریه های مرقنات، خواجه شهاب، علی منصور، کالار و حوادشت تحویل داده شد. هیچ ولایت نمانده است مگر کمک نقدی خود آورده در خدمت کمیسیون گذاشته است که بر سر همین زلزله زدگان مصرف شود برای از این خانه ساخته شود. در این تمام هم یک قریه توان یک خانه نیست که یک خانه بسازه، ولی لله الحمد و المنه امروز در 5 قریه 140 خانه تقدیم شما می شود که 140 واحد مسکونی در قالب 5 قریه هست. 77 خانه در کالار و 18 خانه به حوادشت، 10 خانه به قلمنسور، 22 خانه به خونشا یا خواجه شهاب و 13 خانه مرقنات. و این خانه های 140 خانه در متراژ زیربنای 6000 متر ساخته شده. به گفته مسئولان کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات، کار اعمار این خانه ها در مدت 1 ماه و 10 روز با هزینه حدود 22 میلیون افغانی تکمیل گردیده است. دا کورونه قریب 80% اوس خلکو ته سپارل شوي دي او دا 20% به نور هم ان شاء الله په دې رجدو راتلونکو کې وسپارل شي او دا خلکو ته اساسي غوښتنې د دې سیاسي ضرورت او کورونه جوړولو هغه ورته جوړ سو خلکو ته ورکړل سو. در همین حال شماری از باشندگان قریه کالار ولسوالی انجیل با ابراز خوشحالی از اعمار این خانه ها میگویند که اکنون مشکلاتشان از ناحیه سرپناه حل شدند. به قریه کالار ولسوالی انجیل 600 تا نفوسه که از 600 تا نفوس 133 خانه فامیل اینجا زندگی میکنه. از این امارت اسلامی که آوردم به ما خانه ساختم، ازش اینا 77 خانه بساختم به ما. از امارت اسلامی و مؤسسه های خیریه سازمان ملل و از شرکتی که این خدمات به دوش گرفته ما یک جان تشکری میکنیم. ما همه ضروریت به خانه سازی داریم دیگه. خود شما خود میفهمیم، به آب و شما داریم، به مکتب داریم، به کلینیک داریم، به اینا همه ما ضروریت داریم. همه ساختمان سازی ها بسیار با مهار خوبه به حساب زلزله ما بساخته. بازم تشکر میکنیم. مردم از زلزله زده به محبت نیاز داره، به کمک های بیشتر نیاز داره که کمک بشه به اینا. از امارت اسلامی همچنان تشکر میکنم که واقعا ما را از این خیمه ها نجات دادن که بسیار هوا سرد بوده و این یک نعمت بزرگیه که برای ما داده. اما بازم مشکلات که زیاده دیگه، مشکلات زیاده، بازم یک سرپناهی برای ما بشده. خیر ببینیم. این در حالی است که به گفته مسئولان کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات از میان 3660 خانه در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان زلزله، حدود 1000 باب این خانه ها از سوی نهادها و تاجران و باقی آنها از سوی امارت اسلامی ساخته شده است. قماندانی امنیه هرات از کشف و ضبط یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات از مربوطات حوزه 14 امنیتی در این ولایت خبر می‌دهد. این مقدار مهمات و سلاح که تعداد آن بیش از صدها فیر میباشد شامل ماین‌های ضد تانک و ضد پرسونل، مرمی، باروت، مقدار زیاد مواد منفجره، سلاح‌های زیکویک و دهشکه، هاوان و مقدار زیاد دیگر میباشد که
از یک منزل مسکونی کشف و به دست آمده است. شعیب جلالی با جزئیات بیشتر. آمریت حوزه 14 امنیتی قماندانی امنیه هرات یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات را از منطقه رابط کابلی ها از مربوطات این حوزه کشف و به دست آورده است. به گفته مسئولان این حوزه امنیتی، این مقدار سلاح و مهمات که از داخل چاه یک خانه مسکونی کشف و به دست آمده شامل 113 ماین ضد پرسونل، 400 فیر مرمی دهشکه، 3 فیر مرمی راکت انداز، 2 حلقه ماین ضد تانک به تعداد 200 پاکت بارود، مقدار زیاد مواد منفجر، 1 میل سلاح زیکو 1، 1 میل آوان، 1 دهشکه و مقدار زیاد دیگر سلاح و مهمات می باشد. دلته دا منطقه چې د په نامه د رباط کابلیا یادیږي. دلته موږ لرو منابع، موږ د منابع د طرفه څخه موږ ته داسې یو کشفي خبر راغلی، برای راته وویله چې دلته یو سرای دی، په دا سرای کې په وخت کې د فتوحاتو مخکې یو څه شی سره ځای پر ځای سوی دی. نو دا شي په اړه باندې به زه تاته معلومات درکړم. نو موږ دغسې وکړه، ملګري مې د ځانه سره واخیستل، ولاړو هغه منطقې ته، هغه سرای ته ورغلو. سرای ته ورغلو، پر سرای باندې مو ایسته دورې چاپه سره وواله. نو څا په دا سرای کې څا مو سره وشنی. نو په دا څا کې مو داسې شیان، دا مختلف نوع شیان دي چې سخنگوی قماندانی امنیه هرات هم تاکید می کند که نیروهای امارت اسلامی با تمام توان در راستای تامین امنیت و آرامش بیشتر شهروندان تلاش می کنند. د هرات ولایت امنیه قماندانی امنیتي ځواکونو همیشه هڅه کړې ده چې خلک خوندي کړي او د دې امنیت وساتي. او یو د امارت اسلامي د امنیتي ځواکونو یوه دغه لاسته راوړنه ده چې هیڅ ډلې ته او هیڅ ګروه ته اجازه نه ورکوي چې دوی د خپل پر سر سلاح د ځان سره وساتي او همیشه هڅه کړې ده چې د دې څخه سلاح راټوله کړي. باید یادآور شد که در حال حاضر در نتیجه تلاش‌های شبانه روزی مجاهدین امارت اسلامی امنیت به گونه کامل در کشور تامین است. مولوی محمد ولید حلیم، آمر تحقیق و مطالعه مبارزه با مواد مخدر کشور، همراه با هیئت معینیت مبارزه علیه مواد مخدر در سفر به ولایت هرات با مهاجر فراهی، معاون این ولایت، دیدار نمودند. در این دیدار آمر تحقیق و مطالعه معینیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که آنان به هدف بررسی چگونگی وضعیت معتادین و سطح هماهنگی ادارات دخیل در امر مبارزه علیه مواد مخدر به هرات سفر نمودند. و میگوید که در این سفر تیم هیئتشان با بیش از 400 معتاد و مسئولین ولایت و مردم محل مصاحبه انجام دادند که از نتایج مطالعات گزارش علمی تهیه و با رهبری امارت اسلامی افغانستان شریک خواهد گردید. در همین حال مهاجر فراهی، سرپرست معاونیت مقام ولایت هرات، میگوید که بین ادارات دخیل در امر مبارزه علیه مواد مخدر کمیته کاری ایجاد می شود. معاون مقام ولایت تاکید می کند که برای مشکلات موجود معتادان آنان در تلاشند تا از طریق افراد حرفه‌ای و مسلکی وارد عمل شوند تا در امر تداویشان زودتر اقدام کنند. رئیس امر به معروف و نهی از منکر هرات میگوید آمبولانس ها هنگام انتقال میت به جای تلاوت قرآن کریم نعتیه نشر کنند. شیخ الحدیث مولوی عزیزالرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر، میگوید که به آمبولانس ها هدایت دادند تا از این پس هنگام انتقال میت به جای تلاوت قرآن کریم نعتیه نشر کنند. شیخ مهاجر میگوید که پخش قرآن کریم داخل شهر خلاف شریعت بوده و با مشوره علما و محتسبین تصمیم گرفته شد تا به جای نشر تلاوت قرآن کریم نعتیه نشر کنند. رئیس امر به معروف میگوید که حدیث شریفی نیز در این مورد وجود دارد که گفته شده است قرآن کریم در آخر زمان به اعلامیه مرده ها تلاوت می شود. وی میگوید که تمامی آمبولانس ها داخل شهر و ولسوالی ها طبق هدایت ریاست امر به معروف و نهی از منکر هنگام انتقال میت نعتیه نشر نمایند. در دومین جلسه کمیته اقتصادی روی طرح سرمایه‌گذاری میدان بار بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسه با حضور داشت کارشناس سکتور خصوصی، نمایندگان ریاست‌های حفاظت از محیط زیست، اقتصاد، شهرواری، شهرسازی و مسکن، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، اتاق محصولات زراعتی و مالداری و ارائه کننده طرح سرمایه‌گذاری برگزار گردید. در این جلسه روی ابعاد طرح سرمایه‌گذاری برای ایجاد میدانبار بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در اخیر قرار شد تا نتایج حاصله به کمیته اقتصادی جهت اجراءات بعدی ارائه گردد.
از قاچاق 70,000 دلار آمریکایی و 50,000 ریال سعودی توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات جلوگیری گردید. پرسنل کمیساری اسلام قلعه ولایت هرات یک تن را که می‌خواست این مقدار پول را به شکل قاچاق به کشور ایران انتقال دهد با استفاده از روش‌های مسلکی بازداشت نمودند. از نزد این فرد مقدار 70,000 دلار آمریکایی، 50,000 ریال سعودی به دست آمده و اکنون تحت نظارت قرار دارد. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. سه‌شنبه شهر هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 7 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 6 درجه سانتیگراد. کرخ نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 4 درجه سانتیگراد و همچنین پشتون زرغان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 7 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. تحویل دهی 140 بابخانه مسکونی برای زلزله زدگان 5 قریه در ولسوالی انجیل از سوی کمیسیون مربوطه. کشف و ضبط یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات از مربوطات حوزه 14 امنیتی هرات و دیدار معاون مقام ولایت با هیئت وزارت امور داخله. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.